سواری پژو 405 حرکت مارپیچ. مجددا حرکت مارپیچ دائما داره تکرار میکنه چپ راست، اصلا اتفاقی به حرکت بین خطوط نداره. چهار 49 آره 49 زحمت بکشید این پژو 405 که تو مسیر غرب شرق در حرکت متوقف کنید. آره 49 زحمت بکشید این پلاکی که میگم خدمتتون استعلام تخلفاتش رو بفرمایید. 46 ب پروان 2,800,000 تومان تلافی داریم تا آخرین تخصصشم وارنت و مارپیچ بودم. متشکرم، متوقفش کنید. حالتون خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ کار واجب بیمارستانی یعنی منتظر شما. بله. و اینجوری میرسین به نظر خودتون؟ دیگه خیلی عجله دارم. یا حداقل اگر برسین دیگران رو نمیذاری برسن. اینو بگی با قبولش. چرا؟ چی شد؟ بابا پشت من اومده با سرعت، من دارم 90 تومن با سرعت 130 تو پشت من چراغ به صورت نامحسوس سپر به سپر نامحسوس پشت سرش بودیم، تمام تخلفاتش رو ثبت کردیم. الان متوقفش کردیم و من اصلا وقتی اومدم بغلم نتونستم نگاه کنم اینجوری چراغ میداد به من. بله همین الان برخورد میشه. متشکرم. همین آقایی که یه لحظه الان ایستاد پشت سر ما بعد از اینکه شما رو متوقف کردیم به شدت معترض بود به رفتار شما. دیگه من عجله دارم، واقعا منتظرم. ببینین دوست عزیز، به جایی رسیدیم الان که دیگه خود پلیس دنبال جریمه کردن و اعمال قانون برای شما نیست. شهروندان قانون مداری تو این کشور دارن زندگی میکنن که اونا از شما معترضن. حالتون خوبه؟ زحمت بکشین استعلام تخلفاتشون رو که اعلام کردین. آخرین تخلفشون هم که شما تو حرکت که بودین ما استعلام تخلفاتتون رو گرفتیم. آخرین تخلفتون سرعت و حرکت مارپیچ بود، یعنی همین رفتاری که امروز